خطلون سینما تقدیم میکند. من میدونم تحمل کردن چنین درد آسان نیست، اما چنین عملهایی که تو کرده ایستاده‌ای باعث کم گشتن غم و دردت نمیگردد. حیات پر از معماست. هزاران دختران به پدر تلاش شدند، اما یگانه آنها به این کارها دست نزده است. ولی انسان با این همه برار و نابراری ها کوشش میکند تا اینکه به مقصد نهایی خود برسد. و گفتی تو ما به عقل بودیم که نخونده شوهر کردیم. اوه هیچ روزی نمیشود گفته همه خیلی میشینید. از همه دختر ارزنده برای امید جان این ملکه است. هوشیار باش بچه. این نخود شد. غم و درد. پس عکس شیطان در کجاست؟ 10 سال پیش پدرم همراهی برادرم به صدمه دچار شدند. پسری مکسله تبابه چیکار؟ شاید یگان دوست داشته باشد. دختری خیلی گپای. برار و نابراری ها. میخوای که من به تو کمک کنم؟ تو به این کار دخالت نکن. از روز زنش را فوت کرد آنگولش همین است. من نمیدونم تو چه مقصد داری، اما من استادن تو رو در این خانه نمیکنم. جنایت و عدالت. تو بررسی گردیدن پرونده در محکمه موقتی نگاه داشته میشوی. این همه در فیلم هنری فرشته امید انعکاس شده است. نامت چیه؟ فرشته. نخست نمایش فیلم فرشته امید روزهای نزدیک در یوتیوب کانال خطلون سینما پیشنهاد شما میگردد. با کانال خطلون سینما ابونه شده این فیلم و دیگر فیلم های جالب را تماشا نمایید.